فرض کن به جای مذاکرات با ترامپ رفتی بیرون و داری شام میخوری. وسط گفتگوهای دوستانت یه دفعه‌ای میپرسی که من چند وقتی چاق شدم، به نظرت چیکار کنم؟ چی میگه به نظرت؟ سلام، من مهسا، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من که بعد از مدت هایی که با خودم کلنجار رفتم بالاخره راهش انداختم. قراره که توی این کانال به تغذیه از یک دید دیگه نگاه بکنیم. الان سلسله ویدیوهای رژیم از دیدگاه افراد معروف رو داریم. اولین کسی هم که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم ترامپه. اگر به عنوان یک دوست بخوای از ترامپ ادوایس های تغذیه‌ای بگیری، اولین چیزی که خیلی به چشم می‌خوره اینه که یک رژیم پرتجمل افراطی اون جنجال برانگیز بهتون میده و احتمالا روی 4 تا اصل مانور بده. اصل اول، رژیم تو باید برند شخصی تو باشه و باید خیلی یونیک و خاص باشه. خود ترامپ به وفاداری غذایی معروفه. مثلا وقتی که از یک غذای خوشش بیاد، اون غذا رو همیشه سفارش میده. مثلا استیک با کچاپ. دوم، غذا باید بی دردسر و سریع و خیلی جمع و جور باشه. توی رژیمی که ترامپ میده احتمالا خبری از فیله مرغ و سالاد و سبزیجات و اسموتی‌های سبز نیستش. غذاهای فست فودی یا غذاهایی که خیلی سریع آماده بشن جزء اولین گزینه‌هایی هست که بهتون پیشنهاد میده. اصل سوم، نوشیدنی ها خیلی مهمتر از غذاها هستن. ترامپ یه برند نوشیدنی الکلی داره ولی لب به مشروبات الکلی نمیزنه، ولی دیوونه نوشابه است. اگه بخواد برای شما بالای منبر بره، نمیگه نوشابه نخوری، میگه نوشابه های رژیمی بخوری. نمیگه کولا نخور، میگه زیرو بخور. اصل چهارم، رژیم بدون ورزش نمیشه. پیلاتس، بدنسازی، نه. تیاریس، پس چی؟ راه رفتن در زمین‌های گلف. راست و دروغش پای خودشون. ولی توی یه سری سایت‌ها نوشته بودن که ترامپ زمانی که اولین دوره ریاست جمهوریش رو میگذرونده 24% زمانش رو تو زمین‌های گلف بوده. اگر ترامپ بخواد بهت بگه چه ورزشی کنی، میگه فقط در زمین‌های گلف راه برو. همین. و در آخر با یک جمله کل قضیه رو جمع میکنه. بهت میگه که جمع کن خودتو. خیلی هم هیکلت خوبه. فقط یکم اعتماد به نفست پایینه. باید رو اعتماد به نفست کار کنی. حالا شما توی کامنت ها برام بنویسید دوست دارید نفر بعدی که بهتون ادوایس های تغذیه‌ای و یا رژیم میده چه کسی باشه. و اگر از این سمت ویدیو خوشتون اومد کانال منو سابسکرایب کنید. کلی ویدیوهای خفن با موضوعات جذاب تغذیه‌ای تو راهه.